سلام بیننده عزیز، من مومین احمدی هستم. سرخط خبرها از رادیو آزادی. نمازگزاری مهاجران تاجیک زیر چاره‌های سخت امنیتی در روسیه. امامعلی رحمان افزایشی به حج رفتن ساکنان را خودنمایی نامید. وضع مهاجران تاجیکی که در زنازنی با مهاجران قرغیز مجروح شده بودند خوب ارزیابی می شود. مهاجران تاجیک در روسیه نماز عید قربان را زیر چاره‌های سخت امنیتی گذاشتند. عید قربان اولین چاره‌بینی عمومی برای مسلمانان پس از آشوب گروه زرخریدان واگنر در روسیه است. مهاجران تاجیک از شهر سنت پترزبورگ و مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امسال به فرق از سالهای پیش مکان‌های نمازگزاری مهاجران سخت‌تر نظارت می‌شد. نماز عید قربان را مسلمانان در شهرهای روسیه ساعت 7 صبح امروز گذاشتند. درباره تجلیل از عید قربان در روسیه گزارش داریم که آن را ساعت 16 به وقت مسکو و 18 به وقت دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان افزایش زیارت حج از طرف ساکنان را تنقید کرده آن را خودنمایی و زیاده روی نامیده است. در پیام تبریکش به مناسبت عید قربان امامعلی رحمان گفته است وقت‌های اخیر هنگام به جا آوردن مراسم و معرکه‌ها و رسم و آیین‌های دینی از جمله انجام دادن مناسک حج بعضی هموطنان ما زیاده روی و نمایشکاری کرده زیارت خانه خدا را به یک نوع مسابقه عائلوی و اولادی تبدیل داده چندین مراتبه به حج از جمله به حج عمره رفته ایستادند. به قول امامعلی رحمان زیارت به تکرار حج در حالی است که زائران و عائله‌هایشان شرایط درست برای زندگی مناسب و بی‌کمبودی ندارند. حکومت تاجیکستان را سالهای اخیر برای دخالت به زندگی خصوصی مردم و زیر پا کردن حقوق مذهبی آنها تنقید می‌کنند. چند پیش یک مسئول کمیته دینی تاجیکستان هم گفت که بعضی‌ها تلاش می‌کنند از راه به حج بروند تا که حاجی و بالاگذر شوند. بنا به آمار رسمی تاکنون بیش از 200,000 نفر از اهالی تاجیکستان به زیارت مکه و مدینه رفتند. مقامات اوکراین روز 28 ایون گفتند که تلفات از حمله موشکی روسیه به شهر کراماتورسک به 8 نفر رسید و تعداد زخمیان هم 56 نفر شد. روز 27 ایون دو موشک روسیه به یک رستوران سیرودم در مرکز کراماتورسک برخورد. خدمات ایالت‌های فوق‌العاده اوکراین میگوید که 3 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون کشیدند و جستجو را در ویرانه‌ها ادامه میدهند زیرا ممکن است افراد دیگر زیر آنها مانده باشند. بنا به یک گزارش تازه سازمان ملل بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 بیشتر از 1000 نفر غیر نظامی در حمله و بمبگذاری‌ها کشته شدند. در این گزارش که دفتر سازمان ملل در افغانستان روز 27 ایون نشر کرد آمده است از روز 15 آگوست سال 2021 تا ماه می امسال 1095 نفر غیر نظامی تلف یافتند و تقریباً 2700 نفر جراحت برداشتند که به معنی ادامه یافتن ناآرامی در همسایه کشور تاجیکستان است. اکثریت تلف شدگان یعنی 700 نفر در نتیجه ترکش بمب‌های خودساخت و یا بمبگذاری‌های مرگ طلبانه در مکان‌های عمومی به مثل مسجد و مکتب و یا بازارها جان دادند. در ناحیه مومن آباد ولایت ختلان بر اثر یک سوختار غیرعادی خانه ساکن خراب شده است. این خانه را نه کسی آتش زده است و نه از رسش ناقل‌ها سوخته است. شاهدان میگویند سوختار بر اثر رعد و برق به عمل آمده است. همکار ما به ناحیه مومن آباد رفت و از آنجا گزارش تهیه کرد که آن را ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. وضع 4 مهاجری تاجیکی که روز 23 ایون در زنازنی با مهاجران قرغیز در ایرکوتسک مجروح شده بودند خوب ارزیابی می شود. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان که به عیادت مهاجران رفته است در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از دست و پایشان جراحت برداشتند و پس از 10 روز دیگر از بیمارخانه رخصت می شوند.
صدها مهاجر تاجیک و قرغیز در کارخانه استخراج گاز در ایرکوتسک روز 23 ایون زنازنی کردند. با گفته مقامات در زنازنی از دو طرف 9 نفر مجروح شده است. سبب مناقشه را معیشی نامیدند. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان میگوید پس از مناقشه و پیش از عید قربان تاجیکان و قرغیزها با هم دست دادند، آشتی کردند و میانی هم قول دادند که دیگر با مناقشه راه نخواهند داد. در کارخانه استخراج گاز در ایرکوتسک بیش از 1000 مهاجر کار میکند که اکثرشان تاجیک و قرغیزهایند. در پایان برنامه قربی ارز خارجی را میگوییم. بانک ملی تاجیکستان برای روز 28 میلیون قربی 1000 روبل روسی را 124 سامانی، $1 امریکایی را 10 سامانی و 91 دیرم و 1 یورو را 11 سامانی و 88 دیرم مقرر کرده است. معمولا قربی اسعار در بانک‌های تجارتی اندکی فرق می‌کند. با همین برنامه ما به پایان رسید. شما را 4 ساعت پس ساعت 18 به وقت دوشنبه و 16 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی انتظاریم.